بنده خیلی خوشحالم که شما امروز تشریف بیاردین اینجا به صورت کوهنوردی در چیزا کنین. بنده خیلی خوشحالم. بنده هم که همش رفته بنده توی جنگل، همه فعالیت بنده توی جنگل متولد 1330 عمل بده. همش هم توی جنگل. اسم بنده هم که سلطان علی داجلیریه. سلطان علی داجلیریه. بله. یعنی که خودم همیشه الان هم شاید شما بگین حقوق برداره، ولی الان هم 22 روز خبر خونه ندارم. اصلا باید 8 ساعت برای جامعه کار کنم، حالا برای دولت یا مثلا برای همه خودیم به دولت، شخصی هم به دولت دیگه 8 ساعت باید کار کنم باشم. ولی کسی هم دنیه که 22 روز 23 روز جنگل بسه که خونه نشو. بعد کمرم الانم پای منم کلا اگر راه باشم با ولی شاید بگم آقا شما میشین دکتر بیمارستان بخواسین عمل کنین جایی راه میجنین. حالا البته خداوندم به بنده نیرو دینه کار ان شاءالله خدا تو قوت بده. آره من توی جنگله، ولی چون که خودم خیلی علاقه به جنگل و یا محیط زیست بیشتر از جنگل خیلی علاقه دارم. مثلا حساب کنید 1353 52 کسی به شکار یارو گردوان ناراحت بودم. یعنی کسی به من فاش بیناموسی بده با تعلق به خودم دام، ولی به شکار یه حمله کرده با که چیز کنم دفاع از محیط زیست کنم. حالا شعرهایی که بساته همیشه بخوام. بعد البته شعرهایی که جناب علی یه خورده شعر که باید داره قافیه و داره سبک شعر، یکی باید قافیه داشته باشه، یکی هم وزن شعر ردیف داشته باشه، یکی هم به حساب اون چیزی که از دل شما برای ما مهمه، یکی هم دارای آهنگ باید باشه که جور در آوردن شعر. یعنی 4 چیز رو باید شعر در خودش داشته باشه. ولی یه سری شعرهایی که به واقعیت شاید بعضیا به قافیه نخوره ولی به صورت چیزه. یعنی یه سری شعر من برای آهونی هم بگود که البته نیم بگود امه صحرا بیابان حس خونه حیوان، صدای تیر تفنگ حیوان همه سرگردان، حیوان لال بی زبان ندارن هیچ آشیان. بله. حالا البته برسه فصل بهار آهو حس ترمار، تفنگ کان غارغار آهو نالن زارزار و مجن گوکی دمال. حالا این دلیلش اینه که اگر شما به فصل بهار آهو رو تیر بنگنین، صدای تیر رو آهو بشنوه، انسان ها از تیر ترسنن. حالا اونگه حیوانه از حالا 1000 متر تا 5000 متر از زادگاه خودش دور بونه. بچهش اینجا خودش 5000 متر حالا یا 4000 متر یا 1000 متر شونه دور بونه. پیدا کردن اینها با هم دیگه سخته. یعنی بچه دیگه نتونه به اون مادره پیدا کنه، مادره به بچه پیدا کنه. حالا آقای دل بیرحم هم دارنه، تفنگ هم زنه، حالا گوش اونو به ایوانه بخوره. بله این صورت من هم شعر بگود. البته شعری که خیلی زیاده، حالا وقت شما که کمه. شعرهای گیلکی کدومه؟ این الان همین بگودم زبان مادریه. پلون فرامرز شعر بلده؟ نه اونا رو نه، اونا یه چیزای توی شعرهای دنی. بله جنگل امی جنگل حقیره سرپرست فقیره، گوشاتی و بندوار تک و تک نیشته هر دار احساس کنه غریبه، بوی بهارانه جنگل عشق ورزنه، اما ماتور کولرنین به مثل بید لرزنه. بله پشت سر اینه که امی شمال جنگل دار داریم نو به نو، امی شمال جنگل دار. البته تمام درختای خداوند بزرگ در جنگل اختراع کرده با من روی شعر. هیچ درختی که چوب ده البته میوه نه، این توی این شعر با من هیچ درخت جا نمونسه. امی شمال جنگل دار داریم نو به نو، تو حس نرم چوب عمر زیاد ندارنه به حس جنگل مار. دارن چند تا همساده شهردارا توادارا کلدار، امی راشدارا کرزلدار امی جنگل زیادن حسن کسن همکار، امی محل نزدیک دار نیم دار اغوزدار و کرادار و خرمادار. راشدار و کرزلدار امی جنگل زیادن حسن کسن همکار، پلدار و آجدار حسن ناتنی برار، هر راسوی سرشونیم دارنیم چندان نگهبان و نام حسن مازیدار. چردار و ملجدار دشمن بشون دمال، امی وری قشنگدار هلوکوک و وندار، ون ندار نگردن هلوکوک ببین بال.
شاهد این حادثه دبن برم یک آدم نداشتم، شاهد بیتم چند دار مقدار سردار و آزاردار. آفرین آفرین، دست در نکنه. فرض بگوییم امی ایران پهناوره، امی ایران پهناوره، اما جنگل کم داریم. حالا دلیل چیه؟ ما 30 استان 3 استان جنگل داریم. گیلان، مازندران، گلستان. اول 2 استان به، حالا الان گلستان اضافه به. بعد جنگل ما هم از نظر ساختی جهان نمونه، از ساخت خدایی. ساخت خدایی جهان نمونه هم. حالا منتها از نظر وسعت کم داریم دیگه. البته جنگل نمونه دنیا آمازون آمریکا ره، منتها از نظر ساخت خدایی نه، بله اون از دست انسان ها اول بابا. بله امی ایران پهناوره، اما جنگل کم داریم. دامنه البرزکو نمونه جنگل داریم. بله جنگل امی سفره نونه، ما آگاهی کم داریم. برداشت با اندازه این قانون خدا را، دخالت بیگونه این از قانون جدا را. هرچی امد دار بینیم پولدارا را خوشانه، انه جنگل بمیره خدا را ناخوشانه. اکسیژن همه دار اما نفس کشینیم، اگر اکسیژن نبود اما تلاس کشینیم. تو فرما حالا نوار شما رو بشیم از نظر. بله یه صورتی است که درک کردنش، البته نگونم درک شما نکنیم بنده نکنم، باید درک کنه آدم اون حرفا رو، اون ردیف رو. یعنی که تمام وقتا در کوههای ما صدای تفنگه. آقا چی خبره؟ ما 95% مردم که دنبال شکار دنیم، شکارها رو کی خورنن؟ 5% آدم ناباب و خوشگذران. یعنی چی؟ این کوهستان شما یکی حالا میگه من 5 تا زدم، 4 تا رو نگرفتم، یکی رو گرفتم. یکی میگه من دست 2 تا رو شکستم، یکی رو گرفتم، یکی رو نگرفتم. یکی میگه من بز رو زدم، بز بچه داد کرد، بز بچه رو زدم. یکی میگه گاو و نر ماده دادن تو نسل میکردن، جفتگیری میکردن، جفتشو زدم. یعنی چی؟ اینه که من گفتم اگر به اونجا برسم، یعنی که بازنشست شدم که خودم به اندازه خودم اینا رو بگیرم تحویل بدم که دیگه این کارها رو نکنن. خلاصی یک آدم، اسم بنده که سلطان علی داجلریه دیگه. سلطان علی داجلری، حالا فرزند یزدان لیرسری هم، که اسم قله های کوهنوردی، بعضی کوهنوردا هم اسم قله ها رو ندونن. خیلی خیلی مشکله، خیلی جابجا این قله ها، که این جانب در این قله ها هم بشی به روزش دونم کجا. سر همین راه قرار دارن که سلطان علی پیرمرد، که بنده خودم هم سلطان علی پیرمرد حسم با آهو همدرد، خواینم چند تا خوشغیرت، چون ندارم طرفدار مولا رو بیرم میار، بشم خونه شکار همه کوی 3000، جمع کنم تفنگدار آزاد کنم اشکار. نخواینم من مال و پول، خواینم بشم لب گور. شروع کنم از داکو، صدها کو و صدها کو. شاه رشید زردغار، پیاز چال پوتغار، ویرگردن نواسکو، سیاه چله کل چال، کل جارون دوبرار، برور شنم حسار چال. شنم تخت سلیمان، سیاه کمان صندلان، وسط دارن او انبار، دوم قله البرز و نومس علمکو. بغل است نفت چاک غوچ دار نخونه، غوچ داشت خونه که الان حس ویرانه. یعنی غوچا را کوشتنش نیست. اول ما بچه بودیم سال 1141 42 یا 38 39 40 خورده اینجا بودن، حالا چرا نیستن؟ یعنی همین انسانا کشتن، اون غرضش کردن، مثل فیل مهود، مثل سیمور، مثل اژدها، مثل چی. بله خواینم بشم آبادی، شنم جیرچله با جورچله، شنم گدر و بارنگن، دو عوضم سنگدر، شنم من وندار بن آبادی، حس آدم اسکا صاحب اون آبادی، بنام مشتی میرزاقا. 1352 ما رفتیم اونجا، مشتی میرزاقای اونجا بود، حالا شنیدم مرد، رحمت خدا رفت، خدا بهش بیامرزه. بله بنداربن آبادی، حس آدم اسکا صاحب اون آبادی، بنام مشتی میرزاقا. خواینم هکنم برگشت از کوههای کلاردشت، بار دکنم شونه خسته جم بیم خونه، جان رفیق می برار، برای حفظ اشکار می دل نرنقرار. این دست شما در نکنه. کوهنوردی این من. دست شما در نکنه. خیلی جالب. خیلی خوشحال